میزانمون 2/4 بین کلید و عدد میزان خالیه. شما وقتی این علامت مهم رو میبینید، یعنی خالی بودن بین کلید و عدد میزان، همونطور که در دوره تئوری آموزش دادم، اگر در واقع دوره ویژه منو کار کرده باشین و دوره تئوری رو که 12 جلسه از خونده باشید، دقیقاً باید الان بدونید که خالی بودن بین این دو تا کاراکتر، یعنی عدد میزان و کلید موم که اینجا کلید صلح هست، به این معنی است که ما هیچ علامت تغییر دهنده دیز بمولی نداریم. بنابراین نوت‌های می، فا و سی دو با هم نیم پردن، یعنی در انگشت‌گذاریش در ویولون خیلی نزدیکه یا اصطلاحاً به هم چسبیده است. خب حالا با این توضیح میریم سراغ درس. من اول انگشت‌گذاری رو میگم، بعد میام سراغ الگوی آرشه کشی. بخش اول درس 7 با سیم لا شروع میشه. همه نوت هامون سیاه هستن، یعنی هر کدوم یک ضربه منو اشغال میکنن. لا، لا، سی، انگشت اول، دو به کار. میبینید که میچسبه، اما از این بالا نباید به هم بچسبه. این خیلی نکته مهمیه، باید بینش یه هفت کوچولو اینجا دیده بشه. دو به کار، دوباره سی. ببینید وقتی انگشت رو برمیدارم اجازه نمیدم خیلی بیاد بالا، نزدیک سیم نگهش میدارم. سی، سی، دو به کار. حالا ر، اینجا وقتی انگشت سوم میذارید، اگه انگشت دوم سر خورد اومد جلو، باید بلندش کنید. این یه نکته آموزشی است. اگر دست خودتون یا هنرجویی دارید انگشت دومش میاد جلو، اصرار نکنید که اینجا نگه داره، خورده دست رو سفت میکنه. اجازه بدین بیاد جلو و بلند شه. بهش بگین که انگشت رو بلند کنه، بیاره بالا روی هوا، نزدیک انگشت اول نگهش داره. حالا انگشت سوم رو بذاره تا زمانی که این تاندورها بینشون باز بشه و به راحتی بتونه اینجا نگهش داره. خب انگشت سومم رو گذاشتم، دوباره دو، سی، دو ضرب لا. حالا میرم خط بعدی. نکتهش اینه که همون خط قبلی من هست، فقط روی سیم ر انگشت گذاری کرده. پس از تکنیکی چیز جدیدی نداره، فقط نوت‌خوانی و حفظ کردن جای انگشت روی سیم ر است که مهمه. این هم یه نکته مهمه کمک آموزشی که میتونه هنرجو رو کمی خیالش رو راحت تر بکنه. ر دست باز، ر دست باز، انگشت اول می، انگشت دوم فا به کار، همون نکته است. می، می، انگشت اولم، حالا فا، دوباره همون نکته قبلی. سوم، اگر تونست دوم نگه داره به راحتی، اشکال نداره دوم سر جاش بذاره، خیلی هم چیز خوبیه. در غیر این صورت وقتی سر میخوره سری باید بلندش کنه. اومد جلو، سری بلندش میکنه، رو هوا نگهش میداره تا نوبتش بشه. حالا نوبت انگشت دوم که شد، با خیال راحت میذارم سر جای خودش. فا، می، دو ضرب ر. اینجا میخوام آرشه کشیش و قوانینشو بهتون بگم. دقت کنید، همیشه اول انگشت گذاری رو کار کنید، اصلا به آرشه کاری نداشته باشین یا خیلی بهش گیر ندید. بعد از اینکه تو انگشت گذاری موفق شین، یعنی دیدین فالش نمیزنید، میرین سراغ ضربتون هم که درست شد، اون موقع میپردازیم به قوانین آرشه کشی. دقت کنید که همه موارد رو هرگز با هم کار نکنید، یا اگر مربی هستید همه رو با هم یک جا نگید که فقط فشار عصبی هنرجو رو بیشتر میکنه. کاملا ریلکس و راحت. من اینجا چی میبینم؟ همه میزانهای من با نوت سیاه پوشیده شده، بنابراین میتونم برای هر کدوم یه آرشه کامل استفاده کنم. مهم اینه که آرنج شما باز بشه، یعنی از کتف آرشه نکشید. از این حرکت نباید استفاده کنه، در حالی که شانه ها افتاده و راحت، فقط دست هست آرنج باز میشه. سایز اندازه آرشهتون خیلی اهمیت داره. اگر خودتون یا هنرجوتون زمانی که آرشه رو تا سر آرشه میاره، اجازه من این بیارم اینجا، و انگشتش نمیرسه که اینو هلالی اینجا نگه داره، این علامت اینه که آرشه برای دستش بزرگه. یکی از کاری که میتونیم بکنیم اینه که نسبت به سازش یک سایز آرشه رو کوچیک‌تر سفارش بدیم، یا اینکه علامت بزنیم. این از نظر اقتصادی هم بهتره. مثلا تقریبا در 15 سانت از انتها و همینقدر از سر آرشه رو علامت بزنیم و اجازه ندید تو محدوده کار کنه. مهم اینه که وقتی آرشه به اون محدود خاص میرسه، انگشت همچنان هلالی باشه. هرچند که بعضی از سیستم ها میگن که میتونید تا انتها بیارین، انگشت رو بلند کنید، ولی به محض اینکه برگشت یادش بمونه و اینو دوباره قرص‌دار کنه، هلالی کنه. این خیلی مهمه، چون برای انتهای آرشه انگشت چهارم هلالی وزن آرشه رو بالانس میکنه و ما به این برای آرشه کشی موفق نیاز داریم. حالا با این توضیح میرم سراغ اجرای درس شماره 7. خط اولش که روی سیم لا اجرا میشه. من دو تا سیاه دارم.
فرضم بر اینه که میخوام از این علامت، یعنی این انتها رو مصرف نمیکنم تا این علامت رو حتما استفاده کرده باشم. میشینم جلو آینه، ضربم نمیزنم و دارم تصویر خودم تو آینه میبینم. تا این محدوده رو میام برمیگردم، ضرب نمیزنم اول. همونطور که در دوره ویژه آموزش دادم، مهم اینه که شما تقریبا نزدیک دسته سیاه باشید، یک انگشت بعد از دسته سیاه، و آرشه رو موازی بکشید با خرک. این مهمه. پس ضرب نمیزنم، آرشه موازی بودن برام اهمیت داره. دقت بکنید و توجه داشته باشین که انگشت گذاری رو قبلا حل کردم مشکلشو، و دیگه الان زمانشه که فقط به آرشه توجه کنم. من فرضاً در این آموزش این شکلیه، یعنی مراحل قبلی رو به خوبی طی کردم، حالا دنبال آرشه کشی‌ام. خب من برای که آرشه کشی موفقی داشته باشم، همونطور که نوت ها ضرب دارن، آرشه‌تون هم باید ضرب و ریتم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه سیاه می‌بینی، خود سیاه رو توی ذهنت به دو قسمت تقسیم کن. پاره اولش میشه برای چنگ اول و قسمت دومش برای چنگ دوم. اینجور نباشه که 3/4 آرشه رو مثلا توی نیم ضرب اول برم یک، بعد بر اون و یه ذره جا مونده باشه. این باعث میشه که حجم صدا رو نتونم کنترل بکنم. بنابراین یکی از کارهای جالبی که میشه انجام داد همینه، توجه به مقدار مصرف آرشه برای هر نوت. خب سیاه یه دونه است، یه نوته. برای اینکه چرا تقسیم بر دو تا چنگش کردم توی ذهنم؟ برای اینکه بتونم دو تا نسبت رو بهتر میتونم کنترل کنم تا اینکه یه دونه است. این یه دونه سر و تهش برای من خیلی مشخص نیست که چقدر آرشه استفاده کنم. بنابراین دو قسمتش میکنم، میگم نسبه اولش که بشه چنگ اول برای نسبه اول آرشه، نسبه دوم آرشه برای چنگ بعدی. به این میگن ریتم آرشه. بنابراین هم نوت ها ضرب دارن، ریتم دارن و هم آرشه. حالا با این توضیح میریم سراغ آرشه کشی. پس از این وقتی گفتم آرشه‌تون باید ریتم داشته باشه، یادم رو ریتم آرشه کار میکنم، یعنی تقسیمات آرشه به ازای تقسیمات نوت. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و آرشه رو تمام میکنم. حالا میریم همین روی سیم ر. یه سیم میام بالاتر. نوت‌خوانیشو حتما قبلش انجام دادم، مشکل نوت‌خوانی و انگشت گذاری ندارم. حالا با توجه به توضیحاتی که تو خط قبل دادم، دیگه الان فقط اختصاصی به آرشم توجه میکنم و تمرین رو انجام میدم. ر، هر کدوم نصف، ر، ریتم آرشه رو بهش توجه میکنم و موازی بودنش با خرک. اینی که برام در مرحله اول آرشه کشی باید مهم باشه. بعد از اینکه به این قوانین تسلط پیدا کردم، اون موقع میرم درس رو گوش میکنم و بر اساس اون چیزی که دارم میشنوم سعی میکنم تا با ضرب خودم درس رو اجرا کنم. اول با سرعت کند و بعد با سرعت استاندارد درس رو تمرین